سلام بچه ها، چطوری؟ خوش آمدید به یه ویدیو دیگه. این ویدیو یه آنباکس دیگه است. دیدین؟ خب از نمیدونم فرستنده چی؟ ساگر شاپ، سارگل شاپ، نمیدونم بچه ها همون که هست. و طبق معمول نوازه مارایشی این بازش میکنیم. خیلی زباله برای همین میخوام حرف بزنم. چیزی پاره کردم. بسته بندش خیلی خوب. فکرم من اینو سفارش دادم. من سفارش دادم چرا نشتم. خیلی خوب. بریم کشور کنیم. اولین آیتم میرسه به ایشون چه؟ دیدین ایشون یه ماسک ورقه‌ای هستن دوستان، همونطور که میبینید از برند چیه؟ بایواکو. خیلی خنکه، خیلی خنک. خب قیمتشون هم بهتون میگم. این 10,000 تومان بود یا 7,000 تومان؟ 10,000 تومان بود دوستان و استفاده نکردم، پس بهش امتیازی هم نمیدم. ولی ماسک ورقه همچنان خوب نیستن. فعلا که ماسک های از برند بایودنس فکر کنم خیلی ترند شدن و پیدا نمی‌کنم بچه‌ها. دیجیکالام بایودنس رو تمومش کرده. اگه نه پیدا کنم که چرا که نمیخرم. دقیق گشایی. آیتم بعدی. مای گاد. خیلی خوب. بعدی چیزی نیست جز خب بچه این چشمه. خب این ریمله از برند لاره اگر اشتباه نکنم. چقدر خوشگله. این قرمز مشکی خیلی خوشگله، جاب طلایی. از پکیجینگش خوشم اومد. گاد چقدر سنگینه. خب خیلی سنگینه بچه ها. خدا کنه اسپولیش خوب باشه. من چه باز نمیشه. بوی شربت هایی که سرماخوردگی میخوریم. این اسپولیشه، مشاهده حضورتون هست. من ریمیل هم نزدم، بریم تستش کنیم. او مای گاد. نمیدونم با توجه به اسپولی داشته باید استفاده کنیم. برای این چشم منو میبینید میبینید چقدر موجه هامو خوشگل کرده. به یکم دورتر از هم جداش. وای خدا خیلی خوبه. به جز این بوه لزجی که داره. آله بچه من متفنم میکنم آینه دارم. او مای گاد خیلی خوبه، خیلی قشنگه. این چشم هم ریمل ندارم. نه بزنم بیان. میبینید بچه ها خیلی خوشگله. فقط بوش باز. چه صدایی هم داره. خیلی خوبه. خب قیمتش فکر کنم حدود بچه ببین این پیجی که من ازش خرید کردم، ببین کف قیمت اومد تو اسپلورم. منم گفتم خوبه که همیشه وسایل کم از قیمت و ارزون بد نیستن. منم خریدم ازشون و خیلی نخرید واقعا. فکر کنم آره با هزینه ارسال خرید نشده. هزینه ارسالشون 50,000 تومان بچه‌ها. کمه 50,000 تومان میدن. اوکی. استفاده کردیم بهش با توجه به بوش. فقط بوشی کم ممکنه و خوشتون نیاد و اینا. با توجه به بویی که داره من بهش 8 میدم اصلا. یس. آیتم بعدی. می گاد. خب بچه ها جون، همونطور که اگه ویدیوی میکاپات مبتدی رو دیده باشید، من یه ترنده دارم که خدا بمردتش 3 هفته نیست اصلا عمر کرده. 1 ماه پیش هستن و خدا بمردتش 50,000 تومان. اینو من خریدم 20,000 تومان بچه ها. 20,000 تومان. شاید
حالا شاید بهتر از چیز باشه. خیلی نرمه، خیلی نرمه. گاهی شاید بهتر از چیش میگن اون بیوتی بلندر قبلی باشه. خیلی نرمه، اصلا انتظار نرمی رو نداشتم. اینجاش هم که مثل بیوتی بلندر قبلی اینقدر ذوق دارم دارم تون حرف بزنم. اینجاش اینطوریه همونطور که میبینید دوستان. واسه بیوتی بلندر خیلی نرمه. نگو خیلی نرمه، خیسم بشه که دیگه چه بهترتر. با توجه به نرمی که داره امیدوارم که دیگه محصولاتش هم نخوره، محصولات کریم خودمون رو نخوره. با توجه به این چیزایی که داشت، چون از مطمئن نیستم نو هستم. آیتم بعدی چیزی نیست جز بله بیوتی بلندر بازم یا اصغر امام حسین، اصغر امام حسین یا امام حسین. بچه ها چقدر توش براشه. ببین بچه ها توش فقط از ایناست. من فکر کردم بیوتی بلندراش 7-8 تا هستن. این بچه ها 29,000 تومن با دلار 110,000 تومن. این یا عبر بس 8 تا از اینا داری؟ باورم کن 8 تا از اینا بچه، 8 تا. اینا 3 تا. 8 تا از اینا من به چه کارم میاد؟ من خودم سایم داره. بچه ها یاد چیز افتادم، یاد براش های دیجیکالا افتادم. بچه من یک براش قلم 3-0 سفارش داده بودم با یه براش فلافی که برای سایه باشه. بعد انگار براش آبرنگ ما رو فرستاده بود ولی نمیدونم، ولی بس منم استفاده میکنم. همون بدنش خاکستری بود، همه چیش خاکستری بود. اوکی فقط فکر میکنم منم براش آبرنگه. اوکی بیوتی بلندراش نرم هستن. اوکی اما امیدوارم که نخورن موادمو. ببینید یه بوی عجیب غریبی میدن. اوکی نایس. با توجه به نرمی که داره، فقط اینا شوی کم مخ بودن. با توجه به نرمی که داشت امیدوارم که دیگه مواد من نخوره. بس تا اونجایی که مطمئن نیستم پس بهش 9 میدم. بذارم توش باشه دیگه. واقعا مخ 8 تا خزنه کی بود؟ هرشان یه سری از این براش ها که مثلا ممکنه مثلا بیکمت سایتون رو بهتر تردشون بده، اما این همه حداقل 3 تا 4 تا میذاشتی توش. خدایا رابر تو آخه دست رو ببندم. باید 9 هسته. آیه بگم مستاسب آیتم بعدی. آیتم بعدی میخوام این باشه. بچه ببینید پولش مفت ایزدست خط بر. بچه ها فقط این رنگش قرمز دیاره، چون من گفته بودم اگه میشه یه رنگ نود، یه قهوه‌ای نود. خب اگر مدارید که یه قهوه‌ای تیره برام بذارید با این قرمز، چون اگه آنباکس 1 میلیون دیده باشید من این کارو کردم و رژلب قرمز خیلی خریدم، یه 6 تایی خریدم. خیلی خوشگلن بچه ها. و اینم فکر قهوه‌ایه. این رنگیه، نمین رنگی خیلی خوب بچه ها. دونه 8,000 تومن. به کی بگم اینو؟ خیلی خوب. این رنگش چرا احساس میکنم قهوه‌ای تیره است. اوکی دستم تستش میکنم. نمیکشه اصلا. کشید. رنگش یه زرشکی تیره است همونطور که میبینید. اوکی رنگ بعدی. این برش بکشم، این برش میکشم. نارنجیه چرا؟ بچه سفت بود یکم، یعنی یکم روون بود یکم سفت. از این لحاظ که خیلی خوب هستش چون ماندگاری بالایی داره. شماره یعنی میدونم 210 و 204. الان رنگی مورد علاقه بودم ولی
اوکی، بخاطر این مورد علاقم نبودن، شاید نداشتن. خوب بدش کن. بهش چند بدم؟ استفاده نکردم هنوز ازشون، پس 8.75. اوکی، اینم رنگش. آیتم بعدی واسه اینه که خیلی دوست دارم، امیدوارم که رنگی درست فرستاده باشه. یه دسته کانسیلر بچه، این هست یه کانسیلر شماره 01 میگید. اوکی، از برند لارن، فکر کنم همون چیز ریمل هم باشه. آره هم لارن نوشته. اوکی اوکی خوب. باشه، بوش پخش شد، یه بوی عطری داره، گلی داره. اوکی، این بوش خیلی شیمیایی بوده و اینو بهش اضافه کرد. اوکی، ما بوش کاری بوش نداریم. این بچه ها اپلیکاتورشه، رنگش امیدوارم که برای من روشنه دوستان، روشن. ببینم بذار یکم اینجا چشمم بزنم. روشنه، خیلی هم روشنه، خیلی خیلی روشن. این از این. حالا بذار بلندش کنم ببینم چطوره. متوسط به بالا. اوکی، بکش کنم. پس در جیبش. حالا باز استفاده میکنم، نظر قطعی توی ویدیوی دیگه یا کلا وقتی ادامه ازش استفاده میکنم بهتون خواهم گفت. پس بعد از جیبش 9 میدم. یس. و میریم سراغ آیتم بعدی. 2 آیتم دیگه داریم که اول میخوام ازش شروع کنم. این آیتم چیزی جز برش پی دریایی. این چیه؟ این چی بود؟ خیلیش باید زمان نیست. اوکی، من برش پی دریایی خیلی دارم و اوکی از این شروع میکنم. چقدر اینش کمه، خیلی ایناش کمه حاجی. دوستان گرامی خیلی ایناش کمه، ولی مثلا برای هایلایتر داده با توجه به این کمی که داره میبینید خیلی کمه. با توجه به کمی برای هایلایتر زدن یا پودر تکوندن خیلی خوبه، خیلی خوشگله. بوی مال من صورتی و آبیه، این صورتی زرد. خوشگله، نرمه. ببین بچه یه چیزی که واقعا خیلی خوب، خیلی نرمه. وای خدایا نرمش داره بیرون مخم. چه این وسیلاش که نرمه. نرمیش واقعا رو مخه، خیلی نرمه. ریزش هم که نداره، نرمه. وای خدایا خیلی نرمه. خب این از این. بعدیش چیست دوستان؟ اوکی، 3 تا براش دیگه داره که بذار حسش در بیارم. اوکی خیلی خوب. این که استفاده کردیم. این مامان چقدر این نرمه. خب فکر کنم برای فلافی باشه. فکر کنم یه فلافی چیه؟ یه فکر کنم بلندینگ براش باشه. یه سایه گذار نیست داره. آره بچه خیلی نرمه، سایه گذاری نیست. بعدیش اینه که من یکی مثل این دارم ولی اون یکم سرش تیزتره. اینم خیلی نرمه، ببینم یکمی سفتره. و بعدیش هم این دو تا شبیه هم فکر یکم بزرگتر، یکم سفتره. این یکم اصلا ترکم مدالی سفته، خیلی سفته. ببینم مثلا برای هایلایتر دادن یا خط چشم کشیدن اون بالاخره خیلی خوبه. نایس، چقدر کیوتن، خوشگله. و آیتم آخر چیزی نیست جز سایه دوستان. از سایه انگشتی هست که تو دیجیکارا ناموجود بود، از برند هدا موجی اگه اشتباه نکنم. از کجا باز میشه؟ از این طرف. پرده 3 2 1. خیلی رنگاش کیوتن. اینم که چه باشه که آسیب نبینه.
آینه داره بچه ها. آینه بچه ها، خودتون دیدید؟ آینه داریم. این یه امتیاز رو از من گرفت. خدای من چقدر رنگاش خوش. حاجی ریمیلم خیلی خوبه. الان دارم خدا خوبتر تو آینه میبینم. تو آینه هم بد ولی تمیزتر این. بوی خیلی خوب. بیایید بریم که رنگاش رو سواچ کنیم براتون. عوض کنیم از این بنفش گلیتری که داره قلب منو به دردش میاره. خیلی خوب. مای گاد، کجای دستم براتون بزنم سواچشو؟ نمیشه. وایستید. کجا بزنم؟ میزنم رو صورتم. اصلا دیدی میشه؟ حاجی خیلی خوشیه. آها بذار اینجوری بهتون نشون بدم. فکر کنم از اونه که یو ابلفش این پاک نمیشه. خب خیلی خوب، ماندگارش خوبه. بعدی این رنگ صورتیه. کیوت چشم. این میزنم. چه بیگمنتی. این دیگه دیگه کدومو تست کنم؟ این قهوه‌ای کنار بنفشه. این چه پیگمنتی. خب خدا خود صورتمو خراب نکنه. دیگه این گلیتریش هم بذار تست کنم. این بچه ها چه رنگی؟ خدایی به من قش نکنم. این چه خوش. این بچه ها حالا نهایت میدونی چیه؟ این همین بنفش دیگه است ولی صورتی میزنی مثلا. آره این خیلی اوکی نیست. و حالا همینک این چقدر خوش کله مام. و یه دونه کرمی داره. دوباره بازم یه دونه کرمی داره. این هم کرمیش با هم فرق دارن یا نه؟ بذارید اوکی. این یه کرمیه، یه کرمی خیلی روشنه. چطوره؟ من که ازش خیلی راضی بودم. خب بچه ها جیونه من برم صورتم پاکم تا بدتر از این به چخ نرفته صورتم. خدای رنگوش هم خیلی خوش کرد. خب بچه ها جونی، بچه ها راستی به برش پدریایی با توجه به نرمیشون خیلی امتیاز خوبی از من خواهد گرفت. امتیاز رو من دادم. اگه دادم که 10 از 10، ندادم که 10 از 10 بود. خیلی خوب. حالا میبونه سایه که امتیازش بدم بچه ها. نیفتید تو خدا. اوکی. شماره 02 هستش. فقط همین رنگ موجود داشته. و یعنی همه شماره 03 و تو دیجیکاردم خیلی خوشگل تر از این. و با توجه به این که دوستان من دیدم خیلی ناخوشگل رنگاش، ولی به نظرم که رنگ 03 رو شما بگیرید و با توجه به این آینه که داره امتیاز 9.5 از 10 از من میشه. بله دوستان دیگه. آره بچه این وای نمیسته. نمیفهمم چرا اینا وای نمیستن واقعا نمی. خب فاتیا این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگه دوست دارید حتما ازشون خرید کنید و از اونجایی که تبلیغ هم نیست پس دیگه خودتون رو از خرید کنید. قیمتشون واقعا زیر قیمت بازاره. بلکه خیلی دوست داشتم. امیدوارم که بخرید راضی باشید و مرسی که این ویدیو رو نگاه کردی و دکمه لایک رو میزنی. بوس بهت. خدا حافظ.